حالا خوش هستی که در شفاخانه هستی؟ دستاش سخت میکنه. خواه دستاش سخت میکنه. حالا خوش هستی که اینجا هستی؟ از خواست چی است از حکومت؟ ایره میتونی برای ما بگویی؟ تعریف خدیثه صداقه که تا نفهمیدم. تعریف خدیثه رو تاریخ کجا چه حالا از بیادرت شکایت داری؟ نه نداری؟ نه چرا نداری؟ نه 25 سال بالای خودت ظلم کردن حالی هم شکایت نداری؟ بیرار ندارم ها؟ بیرار ندارم بیادر نداری؟ نه خب تایی بیرار اداری آقا شوری بیرار ندارم شکایت ندارم نه برادر داری نه شکایت داری نه ها؟ نه خب این برادر که خیلی دم خانه تان زندگی میکرد 25 سال تو در خانه بودی ای کی بود؟ ای برادرت نبود؟ نه او تومت نشیری خدیثه تومت نشه میمد او هیچ برار چی نیه یعنی ای تومت شده؟ بسیار اینجا خود تومت نشه ای تومت شده؟ نه یعنی امی کار برادرت کرده؟ نه برادرت نکرده؟ نه خب خیر باش یک دقیقه